هلو دوستان، چه خبر؟ امروز اومدیم تیمای دریم لیگ رو بهتون آموزش بدم. اینجا می نویسین تیم های دریم لیگ. میام اینجا دریم لیگ، اینجا چی نوشته؟ دریم لیگ DLT. خب اینجا مثلا من که نصفش کردم میرم تو اجرا. اینا اینجا مثلا من الان میخوام رئال مادرید رو میخوام مثلا بگیرم. خب برای اون باید 400 تا سکه لازم داریم. ببینید 400 تا 4000 تا نمیدونم 400 تا